یک سوالش پرسش میکنم، اگر جواب گفتی امی بسته کلش از خود. دین مقدس اسلام است. سوالی که جواب گفتین کاملا دقیق درست خیر است. باشه. با درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. بنیاد خیری قمر در ولایت باستانی بامیان موقعیت داره. البته کارمندای ما اینجا آمده است و قسمی که شما میبینین ما 5 دوست و هموطن عزیز خود انتخاب کردیم از روی جاده ها، کسایی که وضعیت اقتصادی بسیار خراب داشتن. فقط یک سوال از اینا پرسان میکنیم و او سوال هم فقط یک بهانه است. بهانه به این است که ما بتونیم اینا رو طور کمک کنیم که خودشان هم احساس کمی بهشان دست نده. سوالات ساده و بسیط از پیشان پرسان میکنم و اگر این سوالات پاسخ گفتن انشالله اون بستای مواد غذایی را که شامل 10 قلم جنس است از طریق بنیاد خیری قمر به اینا اهدا شده و در واقع در نظر گرفته شده برشان داده میشه و خوشحال میرن به طرف خانه. سلام علیکم کاکا جان، چال داری؟ خوب هستی؟ نام مبارکتون؟ محمد اسحاق ولایت غلام حسین. خب برادر عزیز، یک سوالش پرسش میکنم، اگر جواب گفتی امی بسته کلش از خودت. صحیح است؟ موافق هستی؟ موافق هستم. خب آماده هستی دیگه؟ آماده هستم. منتها شرطش است که در 10 ثانیه جواب بگی. صحیح است؟ صحیح است. شخصی که تمام زندگی خود در کمک به فقرا، تشویق به فقرا به خاطر دستگیری و همچنان تشویق کرده که ما بینوا را دستگیری کنیم، کمک کنیم به محبت و عاطفه همیشه دستور داده است، او شخص کی خواهد بود؟ حضرت پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلام. بسیار خوب، تبریکتان باشه. جواب شما باشه ازم تشکر از شما میگم. چطور است وضعیت اقتصادی شما؟ اقتصادی خوب نیست. خوب نیست. چند نفر هستین در 7 فامیل؟ دینی که پیروای خود به کمک و دستگیری دستور میده و همچنان ما مکلف هستیم که همنوان خود کمک کنیم و ما را تشویق ترغیب کرده که فقرا را دستگیری کنیم. او کدام دین است؟ دین مقدس اسلام است. احسنت، آفرین، جواب شما کاملا درست است و شما برنده این مواد خوراکی شدین. برادر عزیز چند نفر اعضای فامیل هستین؟ ما از فامیل 6 تا هستیم. خب شما دیگه می کلا وظیفتون مواد مردم انتقال میدید؟ دیگه کراچی و بازار هستیم دیگه، یک روز دیگه 20 کیلومتر بعید میشه. خب بسیار خوب دیوید، ان شاء الله مشکل حل خود کرد. ان شاء الله به امید خدا می باز خدایی است دیگه. بنیادی که نزدیک به 17 ولایت فعالیت داشته و فقرای زیادی را کمک کرده است و پروژه افرا چای آب بوده، سرپرستی از یتیما و فعالیت های متعدد دیگه داره. او کدام بنیاد خیری است؟ بنیاد قمر برادر. خب بنیاد خیری قمر از کجا فهمیدین؟ ما ابد چیز شما برادر. خب یعنی قبل از ما در ولایت بامیان هیچ دیگه بنیاد خیر نامده بود؟ نه برادر، ما کتابی چیزی کمکم نخوردیم، تابالی نام ندیدیم. یعنی بس خدا شما را توفیق داده برادر، شما برای ما کمک شدین. این برکت عیال بچه خود بخوریم برادر، خوشی خدا شما را سرفراز و نگهدار. بخیر استفاده کنین. سوالی که جواب گفتین کاملا دقیق درست است. خیر باشه. ممنون از شما، بخیر استفاده کنین. تاریخ طلایی اسلام که در او امنیت بود، آسایش بود، مردم احساس ناامنی نمیکرد، عدالت اجرا میشد در اسلام، او کدام تاریخ بوده است؟ دوره خلافت. دوره خلافت. بسیار خوب، بسیار دقیقاً جالب، جذاب. دوره خلافت خلفای راشده بوده و برادر عزیز ما شما برنده شدین. ان شاء الله چند نفر اعضای فامیل هستین؟ 8 سریال است. 8 نفر هستین. بسیار خوب، بخیر استفاده کنید برادر عزیز. وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية تطيب القناعة في يده